شهر خیوه در ولایت خوارزم یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی است که تاریخچه چند هزار ساله دارد. این شهر که در حال حاضر در کشور ازبکستان واقع شده، مرکز فرهنگی، تجاری و سیاسی خوارزم بوده است. خیوه به عنوان یکی از مراکز تمدن خوارزم از دوران باستان شناخته شده است. خوارزم در منابع تاریخی به عنوان یک منطقه مهم در مسیر جاده ابریشم معرفی شده که نقش مهمی در تجارت و تبادل فرهنگی بین شرق و غرب ایفا می کرد. ما در داخل قصر پادشاه خوارزم هستم. لحظه به لحظه این برنامه را از کانال یوتیوب ما فراموش نکنید. شما شاهد تماشای بهترین ها خواهید بود. بود قد آفا جان ما میخوایم از راهنمای ما پرسان کنیم که اینجا سرای خانه قرارگاه بولد. اینجا میگه ارگ کهنه یا قرارگاه خان خوارزم بوده. بو نمالاره هم مثل او مای گاد اصل وصل نوری چیزی سبتاجی زیادی هستین اینجا بولد. نوشته است ادبیات فارسی. دیدی؟ ده Anu qaysi tilda yozilgan? Farsi? Siz o'qiyapsizmi? Yo'q. Sizlar ham o'qolmaysizlar, chunki u yerda sheva bor. کندنکاری شده یا منبتکاری به زبان فارسی. این سرای خان است. У нас мы общаемся на او مای чешском, у нас گاد چقدر زیبا منبتکاری شده اینجا. داخل قصر خان میشه. میگه بیرون ساختمان قصر بسیار ساده است اما تمام زیبایی ها در داخل قصر است و ایام ایوان قصر خان. Уважаемый гость, когда вы приезжаете к хану, умейте с ним общаться, поздороваться. Xonni oldiga kelgan payt xon bilan qanaqa gaplashish, qanaqa ta'zim qilishni bilasizlarmi? Misol oldingizda xon nima deb aytish kerak? Birinchi o'rinda. Что надо сказать хану? میگه هنگامی که داخل قصر میشد کسایی که به دیدار خان می آمد از خود یک آداب و رسوم مخصوص داشت که چه رقم داخل قصر شود و چگونه به حضور خان برسد. قنی کورستی قنق Что надо сказать? Как вы думаете? Давайте вы у нас гости. Что сказать? سلام علیکم. Ай, Джана, вот. Ассаламу алейкум. Там у нас приемная, qabulxona. Прямо приемная, проход не было. To'g'ridan to'g'ri xon qabuliga yo'l bo'lmagan. Проход был из 3 комнат. Вот от комнат остались только узорные арочки. 3 ta xona orqali o'tilgan, xonani nimalari uzorlari qolib ketgan. میگه که تا رسیدن تا پیش خان بسیار مشکل بود. از 3 مرحله باید عبور میکرد یا از 3 خانه پذیرش که حالا متاسفانه تخریب شده، فقط بعض قسمتاش باقی مانده. شما در تصویر میبینید. یعنی رسیدن در پیش خان گپ сада نبوده. Во втором комнате сдавали оружие и в третьем обучали манерам. Как заходить, где стоять, что сказать, и уроки стояли вот так. Это означалось уважай и в руках оружия нету. qanaqa ularga qo'l Birinchi xonada kutishxona bo'lgan. U yerda so'raganlar, qayerdan keldingiz? Nima maqsadda keldingiz? Qanaqa sovg'alar olib keldingiz? Va o'chirdizni kutib o'tirgansiz. Ikkinchi xonada qurol aslahalar topshirilgan. Uchinchi xonada esa xonni oldiga kelgan payt qanaqa ta'zim qilish kerak, nima deb aytilishi kerak o'rgatilgan. Va ikkala qo'li ko'ksida bo'lgan. Bu ham hurmat qilaman, ham qo'limda qurol yo'q degan ma'noni anglatgan. میگه قبل از اینکه پیش خان برسه یا کسایی که میخواستن با خان ملاقات بکنن از 3 مرحله عبور میکرد و مرحله سوم برش تعلیم داده میشد که چگونه در حضور خان داخل شود و دست خود باید بالای سینه خود بگیره. هر دو دست خود این به این معناست که یعنی در دستش سلاح نیست، اسلحه نیست، خل سلاست. از دیدگاه سکیوریتی و امنیتی این گپا کسایی که داخل میرفتن برشان آموزش داده میشده. До сих пор у нас гробницы над землей, не под.
bizada yer osti suv yaqin bo'lgani uchun hozirgacha qabr yer ustida, Aa. yer tagida emas. Har bir imoratning ichida o'ziga yarasha tarixiy quduqlari joylashgan. Chunki oldin quduq qaziladi, keyin imorat quriladi quduq atrofida. میگه قصه ها گل میکنه گل شاخه ها میشکنه بسیار قصه ها بسیار رازا داره اینجا bu خانده اویه Qabulxonasi. این بخش پذیرش خان بوده یعنی در اینجا بله دقیقا در اینجا به حضور میپذیرفته Oldin suratga olinglar, keyin gapirib beraman, xo'pmi? Сначала фотографируйте, а потом я вам расскажу, хорошо? Нет, давайте. Тут очень красиво. خب همراهان گرامی داخل قصر خان شدیم واقعا چه قسم براتون بگویم حیرت سراست آدم کاملا حیرت میکنه حولی خان یک صفحه بسیار کلان و گرد است دقیقا نمیفهم که صفحه به خاطر چی ساخته شده حالا از راهنمای ما پرسان میکنم من اونی من چند سالگن؟ Qabulxona odatda bitta xonali bo'ladi. Bizada esa 3 ta alohida xona. Bu yerda o'tov bo'lgan. O'tov yurti qozoqlarda bo'ladi, qoraqalpoqlarda bo'ladi. Da. Ko'chmanchi xalqni o'tovning ichida qabul qilingan. O'zini uydagidek his qilish maqsadida. Ha. Qolgan mehmonlarni yozgi payti mana shu ayvonda qabul qilganlar. Ha. Taxt 2 ustunni orasida turgan. Ustunlar ham eski, 250 oshgan. Qishki payti esa ichkarida qabul qilingan. Zimoy внутри принимали. محل پذیرش بوده در اینجا میگه در گذشته یک خیمه بسیار زیبا بوده که قبل از اینکه مهمانا در حضور خان برسن در حضور پادشاه برسن دقیقا در همین صفحه پذیرایی میشده و در رو بروی صفحه ایوان است در این ایوان در رو بروی خیمه به این ایوان خان قرار میگرفته و مهمانا را به حضور میپذیرفت یعنی بین مهمان و خان یک فاصله تقریبا 8 متر است که نزدیک باید نه کسی به خان نزدیک نشه به خاطر است که آسیب نرسانند این در قسمتی که من استاد هستم همراهان گرامی دقیقا خان در این قسمت حضور پیدا میکرده و در اون صفحه روبروی هم کسایی که به ملاقات خان می آمده میپذیرفته حیرت انگیز است و حال بسیار آرام غله کده در اتاق مخصوص خان داخل شده واقعا زیباست او مای گاد خیلی یک سالن زیبا خیلی باشکوه هنوز که هنوز است بعد از گذشت آن همه سالها یا عصرها چوکی مخصوص خانه بسیار زیبا نگهداری کردن در روبروی شما چوکی خانه میبینید یا ساده تر بگویم چوکی پادشاه بله دوستان عزیز این چوکی مخصوص پادشاه همراهان گرامی ما در داخل قصر پادشاه خوارزم هستم به سادگی نمیشه که من تماما آثار در داخل قصر است در ویدیو کوتاه شما معرفی بکنم حتما تا ختم برنامه ما با ما باشید که آرام آرام همراه با شما به جزئیات داخل میشم دوستان عزیز و این یکی از سالن‌های پادشاه خوارزم است که به شکل موزیم ساختن آثاری که از آن دوره ها باقی مانده اینجا به نمایش گذاشتن از چه نوع ظروف استفاده میکردن چی داشتن بله این آثار است که از گذشته های بسیار دور از پادشاهی خوارزم باقی مانده که به شکل موزیم به نمایش گذاشتن البته آثار را که شما میبینید تنها از دوران پادشاهی
یا دوران سلطنت خوارزم نیست، محمد خوارزمشاه نیست. خوارزم در درازای تاریخ دارای تمدن بسیار قدیم و تاریخ کهن است. آثاری که از دوره ها به دست آمده در اثر کاوش‌های باستانشناسا اینا به این شکل نگهداری کردن. و یا یک ظروفی که مربوط میشه به قبل از میلاد من تاریخش خواندم و یا جمجمه و استخوان‌های انسانایی که قبل از میلاد همچنان در خوارزم زندگی میکردن و یا عکس‌های باستانشناسایی است که این آثار را در سر تحقیقاتشون پیدا کردن. این مسجد تابستانی خان بوده که فقط خان و اعضای خانواده سلطنتی نماز جمعه را در اینجا میخوانده و نمازهای دیگر را. البته این مسجد تابستانیشون بوده. خیلی زیبا. У них там основной декор мозаика, у нас майолика. Ularni devor naqshlari mozaika, bizada майолика. Mana plitkada kvadratный. Квадратные плитки, и каждая плита была номирована. Har bir plitada nomeri bor. Chunki usta nomeriga qarab qaysi plitkani qayerga qo'yishni bilib olgan. Мастер знал, смотря на номер, какую плитку поверхность поставить. И к стенам били гвоздями. Devorga mix bilan qoqilgan. Когда их били, даже не трескалось. Qoqqan payti ham yorilmagan. میگه اینا هر کدامش توسط میخ در دیوار جایگزین شده. هنگامی که میخ در دیوار میزدن آنقدر ظریف کار کرده که اصلا همین چیزا سنگا هیچ نشکسته. خب همراهان گرامی در یک جای بسیار زیاد مهم و جذاب شما را میبرم در جایی که ضربخانه بوده. هر خان از خود ضربخانه مخصوص داشته، برای خودش به اصطلاح ما شما پیسه چاپ میکرده. حال داخل ضربخانه میریم، بسیار جالب است. بله همراهان گرامی این اوستاهایی است که برای خان پول چاپ میکردن. اینجا بسیار جای مهم است، جای ثروت، جای دارایی. به هر حال جایی بوده که پیسه چاپ میکردن یا سکه ضرب میزدن به اصطلاح. بله. میز، کمش، طلا. سه نوع تنگه داشته اینا یا سه نوع پول. پولای فلزی که یکیش مس بوده، یکیش نقره و یکیشم طلا. همگی این سکه ها اینجا ساخته می شده. این هیکلایی را که میبینیم ای به ایمان است که استاد اینجا می شیشتن و کار میکردن. هر bitta xon o'z nomiga pul zarb qildi. هر خان برای خود جداگانه سکه ضرب میکرده یا سکه ضرب میزدن. آنقدر هوا سرد است که 2 ساعت به من نمیگه خودم یک رقم لبایم به یک دیگه نمیشه که درست کلمات ادا کنم. Xorazmliklar bo'ylari baland, baquvvat inson bo'lganlar. Asli xorazmliklar. خوارزمیای اصیل میگه قدای بسیار بلند و آدمای بسیار قوی بوده. Lekin eshiklari past. Но двери маленькие. Почему?
Это Зайдя сказал ассалому алейкум, ходи уже спокойно. Иньям. Ассалому алейкум deb qaytishda nima bilan qulluq qilib qaytish maqsadida. این هم وسایلی است که در قسمت ضرب سکه از اینا استفاده میکرده، از این آلات یا از این آله ها. И основное, что эти английские двери по температуре держали стабильно, не было прохладно, зимой тепло. Bu kichkinagina eshik yozib qishki haroratni bir xil saqlagan. Yozda salqin, qishda issiq saqlagan. O'sha uchun ham eshiklar past. Выходим? در این قسمت هم فیلم نمایش دادن به شکل 3D که چرا سکر از حرف میزدن. روحان گرامی، حال با شما به جای دیگه میرم که پیسه هایی که دو خانه دیگه یا سکه هایی که ظرف زده میشد به اینجا به نمایش گذاشتن. اینیا همان سکه های معمول دوران است. اینیش طلاست، رنگش زرد معلوم میشه، دوریش بینی باید طلا باشه نی؟ شما مهارت دارین. او هم سکه مس و او هم نقره. اینا سکه هایی است که از دوره های قدیم از سلطنت پادشاهی محمد خوارزمشاه باقی مانده است. این سکه ها در مجموع کلش طلا، سکه های رایج وقت بوده که در اتاق که برشون نشان دادم در اونجا ساخته می شده. اینا جالب است. خب همراهان گرامی، بالاخره که هفته برآمد. یک کمک هوا گرم شد اما وحشتناک شمال سرد داشت و آل در جای دیگر ما را میبره. راهنمای ما اینجا میگه زندان بوده، زندان قصر خان. زندانی های خطرناک در این قسمت می آورده. این هم وسایلی است که زندانی ها را توسط زنجیر دست پایشان میبسته. به هر حال